بگم دوستان، توی جامعه ما یک چند نفر دیگه اومدن همین ادعاها رو دارن، ولی من باور زمانی میکنم که مدارک اونها رو ببینم واقعا چند تا متخصص، چند تا دکتر که مثل برای آقای دکتر علی اکبری صحبت کردن برای اونها هم صحبت کنم، ولی تا حالا کسی درباره اینها صحبتی نکرده، مدرکی ندیده. این ویدیوها من دیدم دانشمندانی، پزشکانی، آدمای سرشناس ایشون تایید کردن، درباره ایشون صحبت کردن. چون من ببینید که ما ایرانی‌ها پشت سر هم حرف میزنیم متاسفانه. خیلی از بینندگان، خیلی از هموطنان مثلا صحبت کردن آقا ایشون داره مثلا پول میگیره. این رو من به جرئت میتونم بگم که خیلی جلسات بودم، ایشون نه با کسی حرف پول زده، کمکی خواسته کرده، کمکی نخواسته نکرده. در یک شبی این جریان رو من تعریف بکنم، در یک شبی در یک جایی بودیم، یه عده از هموطنان بودن، من دیدم چند تا خانما رفتن اون گوشه تو کیفاشون پول در بیارن که به ایشون بدن، ایشون نگرفتن. آمدم بیرون گفتم چرا نگرفتین؟ گفت میدونی چرا نگرفتم؟ به خاطر که اینا دارن از دولت کمک میگیرن، اینا کاری نمیکنن. واقعا این ببینین خیلی ارزش داره و قبول نکرده بود ازشون. ولی خب ما متاسفانه ایرانی‌ها گفتم همش پشت سرم حرف میزنیم بدون که دلیلش بدونیم. این همون فرهنگ. حالا چطوره؟ من 2 سال پیش این برنامه شما رو تلویزیون آقای زیاد دیدم. من اون موقع اعتیاد داشتم به تریاک، 7 سال میخوردم. بعد 3-4 هفته برنامه شما رو نگاه کردم، یه انرژی رو گرفتم. بعد از اون واقعا یه نیروی پیدا کردم که تونستم اینو بذارم کنار به طور کلی. واقعا آشرام چرا؟ خیلی کار بزرگی بود برای من، چون واقعا مشکل. تعجب میکنم که توی این دنیای تکنولوژی و پیشرفت چطور ممکنه کسی وقتی آقای علی اکبری میاد دست روی سرش میکشه اون یه بیماری درونی رو بخواد شفا بده. ایشون خیلی آدم باهوشی هستن که توی این دنیایی که مردم اینقدر برای پول درآوردن دارن زحمت میکشن، از راه به این آسونی اینقدر راحت دارن پول در میارن. خب من جوابتون رو بدم. ممکنه. من بهتون میگم چطوری ممکنه. اجازه بفرمایید، سوالتون کاملا روشنه. من بهتون میگم چطوری ممکنه. اولا ایشون اصلا راحت پول در نمیارن. ایشون به قول معروف اون ویزیتی رو که اجازه بدیم. شما رو خیلی قبول دارم. نه من واقعا صادقانه میخوام شما رو قانع بکنم. ایشون انقدر قیمتشون کمه، انقدر مردمی رفتار دارن میکنن، انقدر دارن پول کمی از مردم میگیرن و بخششو به جوامع و نهادهای به قول معروف خیرخواهانه میدن. بنابراین به راحتی پول در نمیارن. کانال 8 آقای شبخیز برنامه داشتن. بله. 2 نفر از ایران زنگ زدن و گفتن که ما رفتیم پیش آقای علی اکبری و هیچ شفایی پیدا نکردیم. خیلی هم به ما زنگ زدن شفا بگردن. بسیاری از دوستان به ما زنگ زدن بعد از برنامه اول شما. یک آقای زنگ زد از سان فرانسیسکو، گفتش که آقا من دکترم، خیلی وقتم از دکتر شدم. بله. من چون واقعا شاهد این گفتگو بودم وظیفه دارم بگم من دکترم، خیلی وقتم از دکتر شدم، تازه دکتر نشدم. من یه زانو درد غریبی داشتم، بعد از برنامهشون خوب شدم. بندم سکوت، نه تایید کردم نه تکذیب کردم. اما این آقای دکتر از سان فرانسیسکو به من زنگ زدن، اینو گفتن. یک خانومی روی خط خود برنامه زنگ زد، یه خانم مسنی دعا میکردن. دعا میکردن به جان بنده که موجب شده بودم شما تشریف بیارید اینجا و انرژی بدید. و این خانم گفتن من دستم باد داشت و درد غریبی داشت. بعد از برنامهشون خوب شد، با من صحبت کردن. کسانی هم زنگ زدن. تاریخیمون بدبین هستیم، به طور کلی بدبین هستیم. ما به یک پدیده قبل از اینکه قنچه بکنه حمله میکنیم، قبل از اینکه ببینیم آیا نتیجه داره یا نه حمله میکنیم. البته حمله کردن هم مال جوامع پویا و زنده است. جوامعی که این پویایی و زندگی ندارن معمولا خب سکوت میکنن، مثلا سوئیس و سوئد. اما خب ایرانی‌ها چون احساساتی هستن، هیجان زده هستن، خیلی موضع میگیرن، موضع مقابل یا موضع تاییدیه میگیرن. در کشور ما متاسفانه حسادت هایی که وجود داره باعث میشه که انسان رشد نتونه بکنه و به خاطر همین هستش که من ترجیح دادم که در خارج از کشور برم و اونجا بود که من تونستم
به قول فرانسویان اپانویسمان بشم و شکوفا بشم و تونستم تمام استعداد خودم رو نشون بدم در محافل علمی و هر از گاهی که در ایران میام با مشکلاتی که روبرو میشم، این مشکلات خب فکر میکنم که جز همون چیزی که به شما گفتم چیز دیگه ای نیست. یا موشی که من بهش نیرو دادم تلقین سرش نمیشه. پس بنابراین این نیرو کار کرده. ولی اگر مقاومت بکنی شما، یعنی با دید ناباوری میتونی بیا، هیچ عیبی نداره. خیلی ها هستن که خود شما باورتون نمیشد که امروز منو دعوت کردین به خاطر اینکه این سوکسه‌ای که شما دیدین، این فکس‌های چند تا فکس واقعا خیلی زیاد بود دریافت کردیم. بینندگان عزیز، من پری صباحت دکتر متافیزیک هستم و افتخار دارم که امروز مهماندار استاد علی اکبری باشم در اینجا و از افتخاری که ایشون در آمریکا برای ما ایرانی ها کسب کردن صحبت بکنم. استاد علی اکبری در همین چند وقت گذشته چند نفر از ستارگان سینما رو که بیماری داشتن معالجه کردن و من فیلمی که توسط یکی از این کسانی که هم در فیلم بازی کرده و هم کارگردان مشهوری هست و هم نویسنده فیلم، یعنی فیلم رو می نویسه، به نام ویلیام تیپر و فیلم های مشهوری مثل دستبند و چند تا فیلم های دیگه که تام کروز و دیگران درش بازی کردند رو ایشون درست کرده. دیدم که در این فیلم ایشون تعریف کرد که چه ناراحتی داشته و چطور با ناباوری پیش استاد علی اکبری آمده و ایشون تونستن که بیماریشو شفا بدن. انرژی، این یک نیرو درمانی که شما دیدین واقعا در محافل علمی دنیا ثابت شده و این خواهش میکنم این کتابم که شما میبینید کتابی هستش که Walking with the Power و معنیش هم که میکنین نشه یک داستان، این داستان نیست، حقیقت داره و یکی از دکستر کلی نویسنده معروف کتاب چشم سوم، اینها 6 ماه با من بودن، تحقیقات وسیع کردن. دکتر هم پشتش هست. بله و خب این کتاب‌ها در سوئیس دانشمند هستن، دانشمندان 9000 تست انجام شد روی من و نگاه بکنید این حالا ان شاءالله میتونیم در برنامه‌های بعدی درباره‌اش صحبت کنیم. بله اینا بعد خودتون اینا جریانش اینا رو بعد سر فرصت من جلو دوربین اینا رو بگیرم که شما متوجه بشین، چون یه مسئله‌ای که خودشون فقط میدونن، ما اینجا فقط بیننده و شنونده بعد توضیح چیزی که بالا من دیدم این فیلم‌ها رو آدم به چشش دیگه میگه از این شهر به اون شهر، از این شهر به این شهر، اونی که می‌بینیم حالا دکتر نباشه مهندس باشه هیچ چیزی نباشه، لقب موقعی به درد می‌خوره که واقعا ازش بخواد سوء استفاده مثبت در شما وجود داره که هر انسانی که پروی شما باشه حداقل احساس خوبی در مورد خود شما نکنه، در مورد خودش هم میکنه، اینقدر یعنی اثر مثبت میذارین. من همین چند مدتی که با هم بودیم یک احساس آرامشی حقیقتش به من میدیم. حالا چی هست و چی نیست من دیگه نمیدونم دکتر جان. من یه چیزی در رابطه با این مسئله صوت شما چند روز پیش که برای من خوندی، بله اصلا چیزی هم نبود، همینطور من گفتم مثلا شما چیکار، شما شروع کردید یه چیزی رو خوندم، یک احساس خوبی به من دست داد، نمیدونم چی بود. همین که الان شما گفتی به من نیرو ندادی، من می‌خواستم بهتون بگم نه این امواج صوتی بود که الان شما راحت هستین. باور کنید خدا شاهده، یعنی وقتی که شما خوندید من این صدای شما باعث یک آرامشی در من شد. خیلی متشکرم. شما دو تا ناراحتی بگم جلوی تلویزیون و البته مهم نیست، یکی این مهره کمرتون هستش، این پایین هستش. از کجا میدونید؟ خدا شاهده. اما الان ببینید اینه، من خدا شاهده، یعنی خدا شاهده اینه که دارم حقیقت میگم، من همه میدونم. من دقیقاً این پایین کامرام اینجا یک دیسک تو وزنه برداری یک از دیسک‌ها ماشاءالله و بی خودی چاپلوسی هیچ کس نکردن. حقتونه، به خاطر شما یه دکتر، من دیروزم تو برنامه گفتم یه دکتر میریم 5 دقیقه ویزیت $70 میگیره فقط نگات بکن، آخرش هم میگه بس آزمایشت بکنن. یعنی کسی، یعنی آزمایشگاه است که تازه میتونه بگه که چی هست و چی نیست. هیچ خود دکتر